مروفیای سعودی قاتلان 2 نفر جوان دختر که از جانب کارمندان میلیسیا پایتخت بازداشت گردیده بودند هفته سپیده در تالار سود شهر دوشنبه به انجام رسید. همکارانمان از رفت مروفیای سعودی گزارش آماده کردند. هفته سپری شده در بینای سود شهر دوشنبه محاکمه نهایی پرونده جنایتی محکوم شوندگان سفروف دانیار کریموویچ و هممسلک او رؤوف سعدالله عبداللهویچ سالهای تولدشان 1992 استقامت کنندگان شهر دوشنبه ناحیه اسماعیل سامانی کوچه دهنمک بالا که برای صادر نمودن جنایت آدمکشی گناهکار دانسته میشدند به اتمام رسیده سود نسبتشان حکمهای دخلدار را صادر نمود. چنانکه قبلا اطلاع داده بودیم از جانب گروه اپراتیو تفتیشاتی که حسابی کارمندان پروکراتور ناحیه سینا و میلیسیای پایتخت سازمان داده شده بود دو حالت قصدن از حیات محروم ساختن شخصان قبلا به در غیب زده معین گردیده سفروف دانیار و رؤوف سعدالله همچون گمانبر دستگیر کرده شده بودند. در جریان تفتیشات معین کرده شد که گمانبر شونده سفروف دانیار با مرحوم حیدر و زمیرماه سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه کوچه علیشیر نوایی که از ماه ینوری سال 2018 این جانب همچون شخصی به در غیب زده در جستجوی رسمی قرار داشت مدتی طولانی شناسایی و رابطه داشته در زمینه نفهمی و رشک پیوسته او را مورد لطکوب قرار داده با رفیقش رؤوف سعدالله نقشه قصدن از حیات محروم ساختن نامبرده را طرحریزی کردند. از جمله ماه ینوری سال 2018 بعد از مورد لطکوب قرار دادن جوان دختر را در باغوج автомашинаи سفروف دانیار جوگیر و با مقصد عملی نمودن نیت ناپاک و جنایتی خود به تپه‌های ده خرندگان ناحیه ورزا برده با یک بیرحمی مخصوص او را به هلاکت رسانیدند. سپس به خاطر پنهان نمودن از جنایتشان جسم جوان دختر را در چخوری تقریبا 50 متر پنهان کردند. طبق نشانداد نامبردگان هنگام کافتوکاو از چخوری مذکور در برابر جسد مرحوم حیدر و زمیرماه جسد دیگر نیز پیدا گردید که نامبرده شهروند مهرافروز خالمیرزا سال تولدش 2001 استقامت کننده ناحیه اسماعیل سامانی دهه الخطای می باشد. نامبرده نیز از ماه اپریل سال 2020 همچون شخص بدر گردیده در جستجوی رسمی قرار داشت. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که دومین جنایت کشتار را شهروند رؤوف سعدالله صادر نموده است. نامبرده هنگامی به فعالیت مسافرکشانی مشغول شدن در گردش دهه خرندگان مرحوم مهرافروز خالمیرزا را به автомашин شخصی خود سوار نموده مورد لطکوب قرار داده است. از حالت بیهوشی و عاجزی جوان دختر استفاده برده به واسطه автомашин خود به مکان قبلی یعنی تپه دهه خرندگان برده با بیرحمی مخصوص نامبرده را به هلاکت رسانیده است. گمانبر شونده رؤوف سعدالله با گمان آن که این عمل صادر نمودش از نظرها پنهان میماند جسد مرحوم مهرافروز خالمیرزا را نیز در مکان قبلی پنهان کرده است. وابسته به حالت‌های مذکور از جانب پروکراتور ناحیه سینای شهر دوشنبه نسبت رؤوف سعدالله و سفروف دانیار با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده پوره و همه‌جانبه مورد تفتیش قرار گرفت. در جریان بررسی و مرافعه‌های دادگاهی وجه‌های در پرونده جنایتی مذکور درج گردیده به پورگی اثبات خود را یافته سودشوندگان رؤوف سعدالله و سفروف دانیار در جنایت آدمکشی گناهکار دانسته شدند. وابسته به این سود نسبت هر کدام حکم‌های دخلدار را صادر نمود. سفروف دانیار کریموویچ در صادر نمودن جنایت با ماده 104 قسم 2 بندهای وز کدکس جنایتی جمهوری گناهکار دانسته شده با او با همین ماده جزا در نمود محروم ساختن اساساتی به مهلت 22 سال با ادای جزا در کلان اصلاح دارای نظام سخت تعیین کرده شود. رؤوف سعدالله عبداللهویچ با ماده 104 قسم 2 بندهای وز کدکس جنایتی جمهوری گناهکار دانسته شده با او با همین ماده جزا در نمود یک عمر از آزادی محروم ساختن با ادای جزا در کلان اصلاح نظام مخصوص تعیین کرده شود.